بررسی عوامل ایجاد صدای اضافه در هنگام استفاده از پدال راست یا همون پدال دمپر. اولین عامل ایجاد صدای اضافه در هنگام استفاده از پدال راست یا همون پدال دمپر میتونه ناشی از حرکت قطعه روی پدالی در داخل شیار دوتا پایه باشه. برای متوجه شدن این نکته فقط شما کافیه که این قطعه که ما بهش میگیم رو پدالی با این دستتون نگهش دارید محکم و پدال رو چند باری تکون بدید. اگر صدای اضافه و قیچ کم و زیاد شد با فشار دستتون، ما متوجه میشویم که این قطعه که رو پدالی هست در داخل این شیار درون پایه داره تولید صدا میکنه. برای برطرف شدن این مشکل کافی است که ما یک قطعه نمدی نازک در بین این پایه و این در داخل این شیار بین پایه و رو پدالی قرار بدیم که این سایش رو ما ازش جلوگیری بکنیم. دومین عامل ایجاد صدای اضافه در هنگام استفاده از پدال راست همون دمپر میتونه ناشی از حرکت و مالش قطعه درب پایین بر روی قطعه رو پدالی باشه. یعنی سایش این دو تا قطعه بر روی هم میتونه ایجاد صدا بکنه. برای برطرف کردن این مشکل کافیه که شما فقط با حائل قرار دادن یک قطعه نمدی مابین درب پایین و قطعه رو پدالی از این سایش جلوگیری کنید و این صدا رو قطع بکنید. سومین عامل ایجاد صدای اضافه در هنگام استفاده از پدال راست میتونه ناشی از پاره شدن قطعه لاستیکی باشه که در زیر پدال قرار داره و با پاره شدن این قطعه ما برخورد دو قطعه آهنی رو با هم داریم و این میتونه مجدداً ایجاد صدای اضافه بکنه. برای برطرف کردن این مشکل کافیه که ما فقط این قطعه که در زیر پدال هست و ما تعویض بکنیم. این نمونه سالم قطعه هست و این نمونه پاره شده قطعه. چهارمین عامل در ایجاد صدای اضافه در هنگام استفاده از پدال راست یا همون پدال دمپر میتونه ناشی از اکشن پیانو باشه. ما در پشت اکشن پیانو یک میله‌ای داریم که همزمان تمام دمپرها رو بلند میکنه و این میله در داخل 3 یا 4 لولا حرکت دورانی داره. در داخل این لولاها ما یک نمدی داریم که با آسیب دیدن این نمد برخورد دو تا قطعه آهن رو با هم داریم و همین هم باز میتونه تولید صدای اضافه بکنه.